استاد بخشش قهوه‌تون تا همینجا را آوردم سری فرزند رفت حاضر رفتم نوشم بیرون. خدایا خداوند مرا در پناهت نگهبان باش آمین. یا خدایا من چرا میدیده باشم؟ من دیوانه شدم بخدا. کارتکیل است نیست در خیالم است در خیالم است نیست باور نکن این خیال است نیست کو. یا خدایا من دیوانه شدم در حقیقت. یا خدایا مرا نگهدار. کسی آتش زده است دیر باشد اما رو دستگیر میکنیم. خانم جان جناب شیرعلی در سیم چشمانتون رو کلان گشایید چون که آنها کار میکنن که دلیل های شیعی را نیست کنن. بله نیست میکنن. اون جنابی بودیم رفتیم. کنی یک هستو نیست کنیم. صبحان اینجا هم استاد. ایرم اینجا هستم. آرتیق از جایتان از جنب دستهایتان رو با بالا خیزید دستا با بالا. خیزید کنی بچه ها همتون از جایتان خیزید. هیچ کس نجنباد. بخیر است استاد چی شد؟ چیزی نشده است استاد احمد. برای کسی که سینف رو آتش زد کافت و کار میکنه. چی استاده؟ کافت و کار کنید. بردارید دستونتون رو بالا بردارید. معلم من رو بد میبرد. دمد رو گیر. دستونت رو بردار کنید. معلم جونم من خالی است. خاموش باش چیزی نیست اونجا. تو جزدان نداری؟ ایسو گذار. کنی تو دستونت رو بالا کن. دستو با بالا. نجوم. در جزدانی تو نباشد. بردار دستو تو. معلم من نقض نگاه کنید. دستونت رو بردار. تو هم جزدان نداری؟ نیست. بردار دستو تو. جزدانی تو هست؟ بله از من هست. اینا چی هم صبحان؟ استاد ادب تو بدای کو؟ های برتو ایسی برو کو؟ برو استاد یک لحظه ما با تو استیپندیا میتیم که تو طلبه فعال هستی تو باشی مکتب رو آتش میزنی. استاد من نکردم. خاموش باش گپ نزن کورنما. استاد صبحان چنین پسر نیست. چونی نیست؟ این چیه اگنی؟ استاد من نکردم میگه من سیگار نمیکشم. حالا هم گپ میزنه. گپ نزن خاموش. سورا جان خودت رو گناهکار نحساب. به پیش نگاه کن. آخر این گناهی تو نیست کن. فروخ ما رو گذاشته با کجا میره فروخ. سلو لوین تو در بین زنها چی کار میکنی؟ این فروخی کلمه گون وقتی مردن شایاف بدبخت میمون بعدی تو مو میمون. این خیلی سلو لوین تو چی ها میگویی؟ گوش که سلو جانی من دنیا همیه همه میمونن. اکه فروخ بیروزه بینماز رفت در رو دنیا چی جواب میده؟ خوفیس لوین با سر کردی رو از اینجا زود باش جانم. بعد گپ میزنیم رو تمام سلو جان ساعت 2 زنگ زن خب. توبه
تمام بریز بس است لحظه‌ام نگیری مادر جان. آرام آرام مادر جان. خب صفحه ها را درست کنید، تلفن های موبیلیتان را خاموش کنید، بریت باشد. استاد صبحان میگوید که من نکردم. نکرده باشد اینها در جزدان یو چی کار میکنند؟ این حالت روشن است. کسی در جزدانی اون مونده است. اس حرف زدن نگو از بار میخوام. بچه ها کی اینها را به جزدان صبحان ماند؟ جناب مدیر بینه صبحان رو من میشناسم با این خیلی پسر نیست این کارو نمیکنه. نمیبینه جناب شیرالی، اقلا شما فهمید مرا. اینها دلیلن، همه چیز کشاد و روشن است. جنایتکار را یافتیم، رفتیم. صبحان زود باش، جزدانت رو گیر. زود باش. راست با اتاق من میرم. استاد صبحان این کارو نمیکند، از راستی میگویم. شین ای دختر آروم باش. استاد نکنید لطفاً. صبحان در جایت است. استاد او را پیش کرده با پول استیپندیای وای ضرر سوختار را جبران میکنید؟ همین خیلی کردنی. غیر از این طلبه فعال است. یعنی شما خودتان این را نمیفهمید. ایستید استاد احمد، جاد دویست. با من حقی چونین گپ زدن نداری. جای خود را بدان. جناب مدیر لطفاً آرام شوید. شما هم جناب احمد آرام باشید، حل میکنیم. به این ناحقی چشم نمیپوشم. نمیگذارم صبحان را از مکتب پیش کنید. بس که دیرکتری مکتب منم، هر چی گویم همان بشود. فهمیدی من را؟ دیرکتر این مکتب شمایید. راهبر این صنف منم. تمام. به اجازت من کسی از صنف بیرون برآمدن نمیتواند. به خدا باوری دارید؟ بله استاد. بله. بچه ها از شما بودن یا نبودن خدا را نمیپرسم. ایمان دارید میگویم؟ بله استاد باوری داریم. البته ایمان داریم. بینید بچه ها، به خدا ایمان داشته باشید. کاری را که در آخرت جوابش را دادن نمیتوانید دست نزنید میگویم. از شما یک چیز را میپرسم. اینها را در جزدان صبحان کی گذاشت؟ گویید اگر کمی وجدان داشته باشید کی کرد این را؟ من کردم استاد. چیزهای من است. نه استاد. استاد من کردم. من کردم استاد. من کردم استاد. من کردم. من کردم. من کردم. من استاد. من کردم استاد. من کردم. من کردم. من این کارو کردم استاد. من نکردم استاد. شما چیکار کردید صدایی؟ اینجا چی گپ است؟ گپ‌های بیهوده. اینجا تئاتر است برای شما؟ استاد معلوم شد که همه صنف را رانده نمیتوانید. این خیل باشد این مسئله را همینجا میپوشیم. همین خیل این خیل باشد غیر از جنایت دیگر همه جزای عمومی میگیرند. به همه شما جزای تنبیه میدهند و ضرر سوختار را همه‌تان یک به یک مبلغش را میپردازید. مرحمت استاد بگی صنف رحمت. درس خوب. بسیار خوب شد. تمام بسیار خوب شد. آفرین استاد. آفرین. تشکر.
بچه ها خاموش شوید. صبحان به جایت گذاشتین. با کجا رسیده بودی؟ استاد لبای پسرم. برای کمک امروز کردهتان سپاسگزارم. سلامت باش. من این خیر شاگردم را به دو گرگ وامی گذارم. رحمت استاد. رو استراحت کرده گرد. زنده باشید استاد. چرا به تلفن جواب نمیدهد؟ یکان کاری ناجا کرده مگر؟ چرا استاد احمد پشتیبانی همه است؟ هیچ هم ما را پشتیبانی نکرد. اینجا بیا. تو چرا قدر بشرفی میکنی ها؟ آروم شو. چیکار میکنی؟ بچه‌ها یک لحظه آروم شوید. فرده. چیکار کردم؟ هم فعال صنفی هم داد میزنی بود. خوب شد که استاد تو رو خرید. سر سرده من این بشرف رو بکشم. فرده. چیکار میکنی؟ اینجا بیا مردی بیا. استاد. با من گوش کن. احتیاط کن. حالا چیزی نیست. اگر نخواهی به سرت بلا آید از این دختر دور باش. منو سردت کنه بینه برو منو چیکار میکنه؟ کنه بیا زوری بیا مردی بیا. کنه بیا. با پولی من میخوری باز پولی من میگوشم. حاضر پولت رو بزنم میمون. دیوانه گردرفتی. سردت. تمام چیزی نیست. آروم باش. گذشت رفت. خوب هستی؟ چیکار میکنی ها؟ چیزی نیست. خوب هستی؟ خوبی؟ چیکار میکنی؟ بیا. خوبم مرا بیا تنها وقتی من بذار. اینجا. چیکار میکنی؟ سبحان رو میزنن ایستو. و تو چی وای رو میزنن؟ آخر وای عشق من است. خوب هستی؟ خوبم. تشکر. برای من شده درسیم گناه رو خسته به دوش گرفتی. برای آن هم سپاسگزارم. از کجا میدونی که برای تو خسته؟ با همه هم صفات تشکر گفتی؟ همه خسته از جایش. یا خدایا چرا از این دختر خبری نیستن؟ عجبا به خانهش رو. اما یک بابای دیوانه دارد چی کارهایی که نمی کنه. اگر به خانهش روم نیتم آشکار می شود. چی شده باشد؟ تشویش شدم آخی. منو بگیر از این روزای در به در، از این روزا، از این شبای بی ثمر. منو ببر به خاطرات رفتم، روزایی که تو جا گذاشتی پشت سر. تو کوچه ها نمیشه بی تو پرس زد، خیابونا غریب و غم گرفتن. کجا برم؟ چرا نمیرسم به تو؟ کجایی پس؟ چرا نمیرسی به من؟ حالا که نیستم عشقاتو کی پاک کنه؟ کی عاشقونه مینویسه اسم تو بدون من؟ 1000 سال دیگم بدون کسی
تو چقدر حرف مونده و نمیشنوی چقدر راه مونده و نمیکشم ببین کجای قصه پس زدی منو محال بی پناه تر از این بشم قریبگی نکن دلم قریبه نی همونه که برات ستاره چیده بود بگو که یادته بگو که یادته همون که گفتی از خدا رسیده بود مرا خوب گوش کنید. این دیوانه‌ای که در این رسم است اصلا با این مکتب راه نمیدید. مرا فهمیدید؟ فهمیدیم دیرکتور. بله فهمیدیم دیرکتور. بگی تماشاش کن. شما خواتین نشین رفیق دیرکتور پاشا داره مکتبمون میشکنم با دستم در گردت کشارش بکنم. بسیار خوب. بده پای کرد. بله بچه ها، خداوند بزرگ به ما انسان ها با راه های گوناگون اشاره ها کرده میفهماند. یعنی این خیل مثلا در حالت خواب بودنتان می شود، در خوابتان به شما یگان اشاره می رسد، به دلتان یگان الهام می تواند آید. همه این از جانب خداوند می آید. استاد یک مثال آورده می توانید؟ یعنی این خیل چه خیل گویم به شما، مثلا به اختیار به سرتان یگان سوال می آید. این خودش یک اشاره است، فهمو؟ این چی است؟ بشین بشین بشین. چی هست؟ 1 2 3 4 استاد منو میشنوه. این صدای کی است؟ استاد من هجری ام. یک سوال دارم استاد. هجری؟ فیزانی نزدیده مرا به درون در آمده نماندن. از همینجا سوالم را پرسم میشود؟ هجری پسرم دیوانه ای مگر تلخ کفم کردی؟ استاد سوالم را پرسم. دیوانه ای مگر پسرم؟ استاد البته که پرسد. شما نگفته بودید که از آسمان سوال میآید. انا آمد کو. خوب کی آمد؟ هجری پسرم گوش کن. استاد گوش نمیکنم. سوالم را میپرسم. استاد در راه عشق میمیری شهید میشوی؟ چی؟ استاد از نظر دین میپرسم. در راه عشق اگر بمیری شهید میشوی یا گناهگار استاد؟ گناه هست. این چی جواب داشته باشه؟ گناه هست؟ نمیدونم من. چی گپ است اونجا؟ این گناه باشد. جواب این سوال رو میدونی تو؟ از کجا؟ سوالهای وای آسمانی است. چی است؟ بله خاموش بچه ها، در این موضوع کی چی فکر داره؟ استاد این خیلی چیزها را از ما نپرسید. از کجا میدونید؟ با خدا استاد پیشش کنید رود. نخواه آدم برای یک دختر خود رو کشد. استاد در همونجا هستید استاد؟ بله اینجایم. استاد شهید میشوی یا نه؟ هجری دردی تو چی است؟ برای یگان دختر شده خودت را کشتنی مگر؟ نه استاد، برای یک دختر مگر خودم را بکشم؟ این خیلی باشد دردت چیست؟ چرا میپرسی؟ استاد این سوال سرم را گرم کرد. خواستم بفهمم.
дугона ба ин ки таклифи хонадоршавӣ мекунад. фикр мекунам ки ягон духтаре ки касе суруғаш намекунад ва мисли ту дар хона мондааст. Ай, ҳамин хел мебинем ки аввал хонадор мешавад. Тамом, ин хел бошад даъватноматро аз хонаи пиронсола интизор мешавед. ҳиҷрӣ писарам наход барои як духтар шуда ба худкушӣ даст занӣ. сар бошад тоқӣ бисёр мегӯяд. устод шумо маро нафаҳмидед. мақсади ман ин аст ки дар роҳи ишқ бимирӣ шаҳид мешавӣ ё ин ки не. танҳо ҳамин. ё худо. боварам намеояд аз пушти ин акаи ҳиҷрӣ дар самон монд. дугона мегӯям ки ба ту бисёр мувофиқ аст. ҳамдигар мезебе. эҳтиёт кун боз ба ҳиҷрӣ ошиқ нашавӣ. ай пуштам хӯрда истодааст, бихӯр. мемӯри овозӣ кунӣ. духтарам хомӯш. ой ин пушти одам аст ё пушти сангпӯш? устод ҳиҷрӣ куҷоӣ? бугӯ ҷоиза ё не? маро гӯш кун ҳиҷрӣ. навис. ҳафти саволро бубин. писарам ҳар касе ки дар роҳи ишқ худкушӣ кунад аз биҳишт маҳрум аст. наход дар роҳи ишқ худкушӣ кунӣ. мегӯянд сари зулфи ту нашуд, сари зулфи дигаре. фаҳмидӣ? худо аз шумо розӣ бошад устод. мисли парранда сабук шудам. худо аз ҳамамон розӣ бошад. хайр набошад. ҷавоби саволатро ки гирифтӣ, акнун аз ин ҷо парвоз кун писарам. мусофирони муҳтарам омода шавед аз синф ва берун парвоз мекунем. парвоз кунад. бодиққат бош. ай хам шавед. чӣ бошад? ҳиҷбо чия? чӣ маро нигоҳ дорӣ? аз қафои вайра муҳофизон бидав анам ӯро дастгир кунед. аз пӯч равед. он ҷо девор аст намебинед? тамом поён шуд. мошоаллоҳ. тамом кори хирс тамом гир. мошоаллоҳ додарҷонам. худо аз ту розӣ бошад. ана саволамро пурсидам, ҷавобамро гирифтам. ту ҳам савоб гирифтӣ медонӣ-я? додарҷони ман. дастгир кунед. ин ҷо нест. аз он тараф равед. ман ҳам меоям. моро мекобанд. биё мегурезем. зуд гурез. зуд бош. зуд бидав. бало занад. канони девона бародар аниқ ин дафъа маро мекушад. парво накун ором мисли филмҳо ором роҳ рав. натарсидарам. хайрият ки шуда будаӣ? мелис телефонашро фаромӯш кардааст. лабай. салом. бо хонум мелис гап зада метавонам? шумо ки ҳастед? як рафиқаш. бахшиш чӣ хел рафиқаш? ҳамин хел як рафиқаш ҳастам. дӯст писараш ҳастед? не ман дӯст писараш нестам. рафиқи оддияш ҳастам. чанд рӯз аз занг мезанам ҷавоб надод. хавотир шудам. напурсед. дардамон сахт аст. шавҳарам яъне падари мелисро аз даст додем. хонум бахшиш ки хабар надоштам. худо раҳматаш кунад. ман бо мелис ҳам гап зада метавонам. мелис сари хоки падараш рафтааст барои зиёрат. дар кадом мазор дард карда шуд? агар донам шояд ба зиёраташ меравам. хуб такроран худо раҳмат кунад. мелис
اگه یک لحظه لطفا گوش کنید. من با میلیس تو با کدام رویت نام میلیس را به زبان میگیری ها؟ از این پس از دخترم خودت را دور میگیری. به فکرم مرا خوب فهمیدی. اینجا چی گپ است؟ چی گپ است دیگر؟ نبیره دوست داشته تو با کارهایی که با او دخل ندارد بینی میخلاند. بابا جان دلم به میلیس میسوزد. باز به آرامگاه رفته است. تلفنش را اینجا فراموش کرده است. چی؟ تلفنش را فراموش کرده است؟ این دختر چی کار کردنش را نمیداند. زورا دخترم تو هم به ما زور رو. دردها با گفتن سبک می شوند. در این وقتها قهر نکنید. تو دل بزرگت را نشانده رو. تلفن میلیس را نیز بر. بعدا برای امکت یک بار دیگر دعا کن. خدایا توبه. چرا من تلفن میلیس را به زهرا میدادم؟ گپ نزن. تلفن را بده. تلفن را ده. خیر دخترم تو زود رو. بابا جانی من دستم می شکست و میلیس را شب پات نمی زدم. آه فرخ، آه پسرم، مرا به درد پسر گرفتار کردی. همش از پشت تو کلتکیل است. کاش که مثل گفته کمی سر و نل در قید حیات می بودی. من تو را زنده به زنده پوستت می کندم. همش از پشت تو شد. شغال ساخته کار کرده کلاس. اگر به حیات ما نمی در آمدی این کارها یگانتش رخ نمی داد. بیچاره میلیس روزهای سخت رو از سر گذرانده است. باید در نزدش باشد. دیر شده میرفته نیست اکا. چی شده؟ اکا همه جا رو کتیم شبکت رو نیفتیم. میگن کی رفته است. وای شبکت وای، یعنی شما رو فریب داده؟ با هر راهی که نباشد او را به دست میارم من. آن زمان میبینیم رفتیم. مرحمت اولیا حضرت. تو بود رو ما ایسوسونه نگاه کنیم چیگه باشه؟ یا خدای مهربانم، میلیس بیچاره را پدرش مرده است. روزهای سخت را از سر گذرانده است. نزدش نبودم این کار را ببینم. عجبا به خانه‌اش روم. برادر یگان جمعه کمک فرام. تو کی هستی باز؟ برادر کسی باشم نباشم با ماشینت پنهان شدم. رحمت خدا از تو راضی باشد. به طرف راست اینجا من میفرایم. پسرم تو به اجازت به ماشینم سوار شدی. فکر کردی که این ستارکس است؟ تربیت داری؟ تو کی هستی پسر؟ ای برادر من کی هستم نیستم. با تو چی؟ همین ماشین خوردم آخه. بیخی گوشم چی داد میزنی؟ چی داد میزنی؟ برادرم چی من خوب میبینم. تو مرده بودی کو؟ زنده ای؟ حاضر یک کلت میگیرم بعد میفهمی کی مرده است. ای برادر از راستی تو زنده ای؟ کنیا بینم. بیا لونجت. نراست. لونجت گرمه ای. زنده ای بخدا. تو چی دیوانه هستی؟ مگر من به مرده مانند هستم؟ مانند نیستی برای همین میگم آخه. پسرم تو در اینجا چی کار داری؟ کی هستی که میپرسی ها؟
یا خدایا این خوب نیست، به خدا که حقیقت است. ای بچه تو مرده بودی، به خدا که مرده تمام شدم در دورین تابوت موندم، لیکن در وقت شدن گوشات می جنبید. کالتاکیل از برادرم باز هیله کردی هم بیاد یادت کردم دیوانه هستی تو برادر. خدا رو شکر زنده ای. به خدا تو مردنی تو را به پدری من حس نمیکردم. وقتی که تو مردی انا همون وقت به پدری من فهمیدم. برادری جانم شکر خدا که زنده ای. کیلاس جان چرا زنده بودن را به من نگفتی برادر؟ خدایا توبه. کنی فرا از ماشین. فرا گفتم. ای برادرم ای تو را چی گرفتم میگردم؟ بیا آغوشت گیرم. به خدا یک میزنم میم. باور کنین تیر برادر جانی منی. گم شو. گم شو نبینم افتی خونوکت را. کی هستی؟ دیوانه است مگر؟ به خدا که مثل حقیقت بود. خیر که از خوابم میخیزم؟ حالا هم بیدار نشدیم؟ یا اینکه این خواب نبود چی؟ نکند از راستی باشد ها؟ ما نیز دیوانه شدیم مگر؟ شوکت خودت رو به دست گیر، حالا جوان هستی. به خدا که این از راستی بودی؟ پیشک تو هم ماشین رو دیدی؟ زیارت امکم اومدم. اجازه ده در غمت شریک باشم. نمیخواهم زهرا، در هیچ کارم شریک نشو. تو رو اصلا نمیبخشم من. اصلا. بین پدرم اینجا خوابیده است. تو و بابایم او رو کشته. از اینجا بیرو. دیدی بیتولجو جوان بود، از این عالم درگذشت. یعنی کی میمیرد کسی نمیدوند. خیر چی؟ چی خیر چی؟ برای خانه‌دار شدن مرگ مرا میخواهی تو؟ این چی خلقه پس سمی؟ مجبورم میکنی ها؟ یک روی کرده خانه‌دار نمیشوی. من باید با درون درویم. التماس با من خانه‌دار شو. کسال میآید میگویم سمی. تمام 2 دقیقه نرو. وای شوکت، این به عقل رو ببینه فکر کرد که از من گریختن میتواند کلمش. را یک بار دیگر با دست آورم. یک طرف می ایستی؟ میستم اما وعده میدی که با من خانه دار میشه. این کلموشی دیگر نیست مگر؟ این رو بینا
من به این نگفته بودم که از خاری کلتا کلاس خودش رو دور بگیرد ها؟ خدا گفته بودی که من شاهدی میدیم. بردارید این کلمش را. روید. قسم میخورم برای با تو گپ زدن از وزارت تندرستی اجازت میگیرم. فهمیدی ها؟ چیه؟ کوپش درو کلموش که اینجا بیا. ایسته چطور؟ یا بیا پرتر میگم جرا بایم کنه باشیم میدونم مرا سردی خرابش وقتا گوشت سمی خوش آمدی شیر بچه. شما چیکار میکنید ای سمی ای التماس است پس همون گازل روید تعقیب کنید. رفتیم زود. ای کلموش من به تو نگفته بودم که دیگر خاری کلتا کلاس را آزار ندی ها؟ چی خیلی آزردی اکه کن اونجا من با او اویلدار میشم. خاموش خدا نشان ندهد تو بابای دختر نمی ارزی. اما این کارهای شما غیر قانونی است که با فکرم مجبورم که پلیس رو خبر دهم. بله از آن دنیا پیامک میفرستی با پلیس. کلمات را عرض کن که به ایمان مردن نروی. کلمه بخواه یا خدا افتیدم دستگیرم باش قبرم رو پر نور کن با ایمان مردن رو نصیبم کردم. خیلی دعای؟ چی میدونم بالای سرم سیلاه از دعا با خاطرم نمی آید آخه. تکرار کن اشهد لا اله الا الله. ایسته به تو شما چیکار میکنید؟ ها؟ دیوانه هستید ها؟ خانم بتول این ابله از خود رفته بود. ما باشیم جزایش رو میدهیم. نه من از خود نرفتم آخه. ادم با اینها بگو که خونه‌دار میشویم. ایستید. کلتا کلاس آمد. با کجا می رود؟ چرا دوست داشتهش رو ندید؟ چی گپ است؟ خانم بیتول معذرت میخواهم ولی شما با همین کلموش خانه دار میشوید؟ ها آرام باشید. روشن کنیم؟ نه همینجا میستیم. او رو نظارت میکنیم. با ماشینش که نشست او رو داشته نزد سردار میبریم. گپ زن آخر بیتون خانه دار میشویم. میکشن مرا. دیدید ها؟ یکون صدا نیست. او را پرانید. بیتون ایسته اکم ممکنه چی بگو؟ با فکرم همین کسی اگر دیگر دوست میدارم در بینشون عشق محبت است. نه در بینشون یکون چیز نیست. پرانید او را. بیتون بگو خانه دار بشویم که مرا میپرانند آخه. شما را ایستید گفتم. خانم بیتول دروغهایش نجاتش نمیدین. تنها عشق صمیمی لازم است.
هم شما یادگاری از محترم کلتکیغز هستید. از شما میپرسم این ناآدمی ناقصی میمون شکل را دوست میدارید؟ بگو. خدا رحمتش کنه. زومبی گریزید این نامولایی ساخته از قبر بیرون آمده است. یا خداوند ما نگهدار باش. گریزید چه شد امام زومبی دید مگر؟ مردک دستم را گیر. گریزید کسی که جانش عزیز است. گریزید. معلوم شد که خانم بهتون جواب نمیدید. پرانید به خدا قسم میخورم. پرانید برو. عجلم در همین جا بوده است. نه دوست میدارم نه خونه دار میشم. زندگی هم هر رام از پرانید برو. توبه سخنی آخرانش را پرسید. پرانید گم شود تیزتر. زود کلمات را عرضه کن. بگو اشهد الله اله الا الله اشهد ان محمد رسول الله. خدایا این بنده گناهکار را قبول کن. کافی است. بس است. چیکار میکنید شما؟ ها؟ چیکار میکنید؟ سمیرا میکشم تو به شوهر میمونی. تو چی؟ چیکار میکنی؟ در دستت چی است؟ سلاح. پایان کن سلاحت رو. پایان کن میگویم. پایان کن. تو هم پایان کن. پایان کن. سمی از جهت خیز. سمی خیز. برخیز. یا خدایا. خیر نباشد رفیقان. خواهری کلتکیغز رو ببینید. چه خیلی جسور بوده است. و محترم کلتکیغز. انا همین خیلی خواهری جسور میزیبد. به خدا حلالش باد. بیتول اکنون میدونم که مرا دوست میداری. وگرنه مرا به دست این آدم ها گذاشته میرفتی. چی ها میگویی سمی؟ ها؟ تو چی ها میگویی؟ میگویم که میدونم مرا دوست میداری. برای خانه دار شدن مجبورت نمیکنم. کدام وقتی که تو خواهی خانه دار میشویم. راضی؟ این گل ها برای توست. بیتول جان ایسا میدونی چی؟ میلیس؟ بخشش من دیر فهمیدم که پدرت وفات کرده است. خدا رحمتش کنه. به تلفنت جواب ندادی. خواطر شدم. در این حالت چی گفته می شود؟ البته دشوار است. یعنی من هم این درد را چشیدم. برای همین میدانم دشوار است. اما پروا نکن. تو را تنها نمیگذارم میلیس. احمد التماس مرا تنها نگذار. نه نمیگذارم. پروا نکن. بیا کمی راه گردیم. به یگان جا رفته قهوه نوشیم. حالت خوبتر می شود. نه نمیخواهم. همینجا نزدی پدرم بمونیم ها. خوب. لبای از نه؟ میلیس جان چی خیل هستی؟ رحمت چی خیل باشم دیگر؟ میلیس جان بخشش میپرسم. بعد جنازه به تو زنگ زده نتوانستم. حاضر من به زیارت پدرت میروم. حاضر گفتید؟ حاضر جانم.
شودی از نرحمت برای زنگتان تو بزدید. لوین؟ سردارم از برای خدا شما چیکار کرده ایستاده؟ از من نپرسیده چه سری قوری جناب فاروق کل میره بده؟ هم مرده که همون دکتر نفهمیده که چی گفت. در ترکی نگرد، در قبرستانا نگرد. با کار نکنی که اورای کلتکله سمونده دم بی اورای فاروق کل بگیری. سفسته نگو لوین، سفسته نگو. ماشین رو حل کن. به زیارت اکی فاروق میرویم. تمام میرویم. سلامتیت خوبه؟ خوبم دارو خوردم. به خدا که میترسم همین کسل گذرانده نباشم. با نگذرم. چی شد میلیس؟ یگان گپ است؟ نه چیزی نیست وای احمد من کمی تنها موندن میخواهم بیمالو ها؟ تمام من اینجا منتظر میشم. نه نمیشود من زیاد میستم تو را و بعدا باز میبینی مایلش؟ تنها گذاشتن نمیخواهم. نمیشود احمد التماس نباشد شام به تو زنگ میزنم. بهترین میشود. خیر مایلش تو بازدید. چی خیل شد نمیدونم اما زنده است. حضور رو گرفته میارم. در آنجا میفهمیم سردار. تمام با ما خبر دید. سردارم وجدان ایستانیم امشب چیزی شود نشود با خانم سلین گپ میزنم. ای کمیسر رونال است پایون شوید. سلین هم یکم بیاد توی کنیم بس اوخی به خدا دلگیر شدم از زندگی. تو نیستی وجود نداری کلت کلاس. برو کرو سردارم الان گفته دکتر را کنه دو ما خود رو تسکین دید انشالله که خوب میشه. نیستی کلاس که دیدی بگو تو کلاس نیستی. شما یک دقیقه بستیم من رفته اگه شنبه بیارم در سر قبر فاروق کل میریزیم ثواب میشه. مایلش را ای پلیس اینجا چی کار دارند؟ جین زند کلت کلاس را میدارند. خدایا توبه به این دختر کی زنگ زده بودن؟ از خود رفته در جای شب شدم. دوست پسر داشته باشه. میداشت شب در خانه من میمون. آی این رو بیر رشت نکن برادر دیگر کار نداری تو هم خدایا. کمیسر نیست نگر. این دیوانه رو ببین چرا نمیگریزد؟ طرف کمیسر اونال میرود. ای برادر تو چی در داری؟ ها؟ از من چی میخواهی؟ راهی طبابتش ساده است. کلت کلاس گفتنی گپ نیست. این در نظرتان میتابد. تو نیستی؟ چی میگویی تو؟ پس چرا از پسم میگردی؟ یا خدایا از تو قرض دارم مگر؟ از من چی میخوایی؟ تو نیستی؟ چه خیل نیستم آدم که نباشم چرا از پسم میگردی؟ مرا مسخره میکنی ها؟ تو در سری من تو رو میبینم یا نمیبینم. تو نیستی یا در تصوری من هستی کلت کلاس. تو نیستی. تو چی ها میگویی؟ کور هستی مگر؟ ها؟ نمیبینی مرا؟ تو نیستی تو. با تو میگویم نمیشنوی. ای خیال هایی که شما میبینید میتواند به شما تاثیر فیزیکی رساند. پایتان را زیر میکند. با شما گپ زدن میخواهد. حتی شپوتی میزند. پسرم تو مرا مسخره میکنی؟ با خود بیا. کلت کلاس کمیسر رو شپوتی زد. آقا کارهای عجیب شده ایستاده است. مرده ها خسته زنده ها رو میزنند. مکان بی خاصیت است. تو در نظرم مینمویی. در نظرم نیستی. تو نیستی. تو در غیب میزنی. نیستی. تو در مغز سرم هستی وگرنه نیستی. این دیوانه شده است.
خدایا توبه. کمیسر او رو دستگیر نکرد. این خل باشد ما او رو میگیریم. آدمانی سخرات رو دیدی؟ نه تماما نیست. سردارم التماس خطا به دست بگیر. حالا مثل دیوانه ها رفتار میکنی. نیست چی نیست؟ نیست بای رفته مکه فاروق رو زیارت کنیم. بمانو فاروقی کلا حاضر آدمای سخرات دیده میفهمی؟ من آدمای سخرات رو رفته مکه فاروق منتظر است. رفتیم بیا آدمای سخرات رو تعقیب کنیم سردار. پسرم راهگار مکه فاروق منتظر است میگویم. هم مردک فاروق گریزن است نمیره سخرات یافتن. شد با زیارتش میرویم. اومد. یا رب العالمین این چی گپ است؟ اینها را ببین. از ماشین فرار. زود. مایلش ببینید کاری خطایی نکنید از برای خدا. تو چه خیلی آدم هستی؟ مردم گفته همه رو فریب دادی. خیلی نیست. شما مرا به کسی مانند میکنید. خاموش شو. من نزد سقراط برم تو را پورا کرده میپرتاید. بعد همش رو میفهمی. ایستکا سقراط کی است؟ من نمیشناسم او را. نکنید از برای خدا. راهگرد از برای خدا این را با ماشین بار کنید. به نزد سردار میبریم. تا که این را بینه رو باور کن. من را به حال خودم مانید. من یک آموزگار هستم. نکنید از برای خدا. خطا کرده ایستید. سقراط را من نمیشناسم. چه خیلی آموزگار؟ نمیشناسم من او را. ایستید. خودتو زند. ایستو چیکار؟ چی نگاه میکنید؟ دست پسش نمید. خدا لعنت کند. گپ نیست جگر. خودت رو نشان دادی. خدایا حیاتم رو نجات دادی. دیوانه ها مرا باکی مانند کرده ایستادند. سلین میدونی چی؟ خیلی در عرفیت میگوین که یک سر دو سر کردن در کن. ما همیشه قطعی تویم. مقصد سر لیوین تو سلین جدا یکی در یک گولیش. فهمیدی بفهم؟ لیوین با خدا دلگیرم کردی لیوین. از صبح تو هستی میگویی من هستم میگویی گپت رو گوی آخر چی گپ است؟ دختر در بین گپ ندارو. الهام سخن کنی میگه که میدونه جزیر میکنی. لیوین چرا تو به سری من داد میزنی؟ برای چی عصبی شدی؟ صد فیض راست میگه سلین جان. من رو ببخشید. من برای تو عصبی نشدم. من با خودم داد میزنم. من برای لیوین با ای عاشقی نخواه خودم خیلی سخن. لیوین جان چی رو گفتن میخواهی؟ سلین جان خواهش میکنم یک لحظه ایستا که من گپامو توخیره بزنم. خواهش میکنم. سر لیوین تو سلین من گفتنیم با گپامو فراموش کردم. نمیتونم چی بگم. لیوین چی گفتن میخواهی؟ کنی بگو. سلین جان میخوام خواستی دل ما برای شما بود. لیکن گفتن این سخن چقدر دشوار است. سلین جان یک دقیقه زبانم نمیگردد. میخوام که سخن دلم رو برای شما نشون بدم. با من خانه‌دار میشوی؟ بله. چی بله؟ بله. دختر دیوانه شده. چی بله میگویی؟ همین است تکلیفت. دیوانه. نیست جانم نرم. لیوین 100 بار بله، 1000 بار بله، میلیون بار بله. چی بله؟ با تو خونه دار میشوم. در زبان ببرم سلین جان. این سخن دل من چقدر به زبان آوردی جان. بله. ای چشمم فهمیدی کمی کپورم میگفتم. بله. اوه سلین جان جونی من برای من خودت با مزه میکنی. میکنم. بخورم سلین. دکتر آبی میگوید باید ضربه خوری. حیاتی من خودش ضربه است. دیوانه است مگه؟ سقراطش کی است؟ چرا از پس من است؟ خدایا توبه. کمیسر اونال کی است؟
дарди мо тамом надорад. Нести гуфта сарамро гаран кард. Магар ман нестам? аз рости ман нестам чӣ? сафсата нагӯ чиҳо мегӯй ту? ба худ биёе? худоя тавба. чӣ шуд? ман чӣ кор кунам? зуҳро дигараш мелис? сарамро гаран кардам. худа чӣ гап ҳаста? ҳеҷ намефаҳмам. инҳо аз ин тараф ё худоя мижгон шералӣ мактаб аз тарафи дигар инҳо аз ман чӣ мехоҳанда? чӣ гап шуд? ман чӣ зарба мегирам? худоё таъсири зарба аст. ман дар куҷоям? инҷо куҷост? ё худоё ман инҷо чӣ кор мекунам? тавба кардам. зуҳро куҷост? зуҳроро ёд кардам. пас монат шудам. зуҳро ин хел намешавад. назди ӯ бояд равам. бояд зуҳроро бинам. худоё тавба. чӣ шуд? дар инҷо чӣ кор мекунам? студияи Каронфилм барои мухлисони филми ҳидоят як иқдоми некро пешниҳод мекунад. акнун шумо метавонед ки бо харидани фитаҳои аслии филми ҳидоят соҳиби тӯҳфаҳои арзанда гардед. фитаи аслии филми ҳидоят аз студияи Каронфилм чунин муқова дорад. ҳангоме ки фитаи филми ҳидоятро харидорӣ мекунед, албатта ба рӯяш назар кунед. дар ин ҷо голограммаи студияи Каронфилм ва рамзи махсус ҷойгир шудааст. иқдом ине ки студияи Каронфилм ана ҳамин аст ки дар голограмма бозиҳои бурднок ҷойгир карда шудааст ва алалхусус дар рамзи махсус. акнун ман ба шумо нишон медиҳам ки чӣ тавр соҳиби тӯҳфаҳо ва бурдҳои молӣ мегардед. голограммаро як тангаро гирифта тоза мекунем. ана ҳамин хел оҳиста оҳиста рақамҳо намоён мешаванд. дар ин ҷо 3 рақам ҷойгир шудааст. агар 3 рақами якхела барояд шумо бурд мекунед. яъне ки агар 3 барояд 10 сомон бурд мекунед. 350 барояд 50 сомон то 500 сомон аст. 3500 баромад 500 сомон бурд мекунед. ҳангоме ки ман тоза кардам 2 та 50 ва 1 та 5 баромад. яъне ки ман бурд накардам. акнун дигарашро тоза мекунам. фитаи аслӣ мегирем. хоб бубинед дар ин ҷо ҳаст голограмма ва рақам A744. рақами рамзӣ. хоб тоза мекунам. бубинед ана 3 та рақами 100 баромад. яъне ки ман бурд кардам 100 сомон. агар 3 адади 100 баромад ё 3 адади якхела тариқи SMS дар телефони мобилии худ рақамчинӣ мекунед. аввал бурди голограмма рақами 100ро менависед, баъдан ҳарфу рақами рамзиро ва тариқи SMS паёмак ба рақами 985 055 055 равон мекунед. аз 3 то 50 сомонро мо дар сурати ҳисоби телефонатон мегузаронем. аз 100 то 500 сомонро пули нақд медиҳем. мана дар ин ҷо омадааст A744 боз меша 755 A701 ё ин ки 2000 фарқ надорад. боз ин ҷо мешавад иваз мешавад, б мешавад, с мешавад. хулас филмро ки тамошо кардед фитаҳоро напартоед. зеро боз бозии дуюм шуморо интизор аст. баъди ҳар 2 моҳ бозии бурдноки рамзҳо гузаронида мешавад. ҳамаи ҳамин рақамҳоро гирифта ба қутии махсус меандозем ва як тифлаки бегуноҳ аз даруни қутӣ якчанд рақамро берун мебарорад. рақами кашидаи тифл ба рақами фитаи касе мувофиқат кард, он гоҳ соҳиби тӯҳфаҳои арзанда мегардад. фитаҳои аслӣ ана ҳамин аст. ғайри инҳо ҳамааш дуздӣ ва халбакӣ ҳастанд. аз шумо хоҳиш мекунем ки ҳангоми харидорӣ кардани фитаҳо бисёр бодиққат бошед ки голограммаҳо тоза кардагӣ набошанд. шумо дар ҳолати харидорӣ дар ҳамон ҷо тафтиши голограмма, рамзи махсус ва диск нишон медиҳад ё намедиҳад бигзаронед. бозии бурдноки фитаҳо аз қисми 81 силсила филми ҳидоят оғоз меёбад.
زهرا چقدر یاد کردم تو رو، مثلی که ماها ندیدم تو رو. زهرا یادت کردم. یزنه جانم چه خیل هستی؟ خوب شده ایستادم. شما چی خیلید؟ خوبم. خاننگی ها را یاد کردم، برای دیدنشون آمدم. گفتم تو رو نیز ببینم. خوب کردید رحمت. کارهایتان خوب هستند؟ خوب است، خواطر نشو. خیر من روم. شام بخیر. خوب، من شما را گسیل میکنم. مایلش رحمت. چی شدم؟ چرا اینجایم؟ چی کار دارم اینجا؟ برای تعزیه بیان کنی میلیس آمدم. عجبا. بابای دیوانش اینجا نباشد، در را نمیکوبم. خوبش زنگ زده بینم. لبای میلیس. من اکنون در این خانه دیگر زندگی کردن نمیخواهم. کاش همیشه در بری تو باشم و اینجا دوباره بر نگردم. مایلش احمد، پگو سهر میبینیم. تو بازدید. بابا جان، جونی من خوب هستید؟ خوبم. چی گپ شد؟ تو احمد گفتنی آدم را میشناسی؟ نمیشناسم. چرا بابا جان؟ میلیس با او گپ میزد، پگاه سهروا میخورده است. زهرا، هوشم به این دختر است. پدر ندارد. اکنون همه این مسئولیت بر دوش ماست. بابا جان، شاید یگان رفیقش است. زهرا، میلیس اکنون با ما دیگر زندگی کردن نمیخواست است. با او زندگی میکرده است. این را در تلفن وقتی که گپ زد شنیدم. زهرا، این احمد را پیدا کن. میلش کنی ببینو کی بوده است. بابا جان، میدانید که میلیس با ما قهری کرده است. اگر باز ما از پس او تعقیب کنیم میرنجد. زهرا، خواهش میکنم. من پسرم را از دست دادم. زهرا، دخترش را از دست دادن نمیخواهم. مسئولیت او اکنون بر دوش ماست. التماس. جانی من، غمگین نشوید میلش. من میلیس را تعقیب کرده که بودنی احمد را حتما معین میکنم. اکنون بس از شما غمگین نشوید میلش. میلش، خواهشت را اجرا میکنم. جونی من.
ندانستم که زنده هستی. اگر رهایم کنید از برای خدا خانم چی کار میکنید؟ زیا جانی من عزیزم ایسته مرا به کسی مانند کردید. من زیا نیستم. چه خیل شد؟ چه خیل یافتی اینجا رو خیره؟ خانم از برای خدا این خیل نکنید. من زیا را نمیشناسم. زیا من زهرایم. چرا نمیشناسی؟ چرا آوازت تغییر یافته است؟ زیا خانم از برای خدا ایستده. زیا کیست؟ این قدر از پس هم میدوید. چی درد دارید شما؟ گپ کن. به این هم به خاطر نمی آرد تو رو. زیا چرا مثل ناشناس ها رفتار میکنی؟ من زهرا را نمیشناسم. چند بار به تو گویم نمیشناسم. باورم نمیآید. زیا به خاطر بابایم خونه دار شدنی بودم. همش عیب بابایم مرا ببخش. تو مگر گپ را نمیفهمی؟ کسی را که میگیری گیر به من چی؟ خدایا توبه. از برای خدا رهایم کن. دیوانه است چی؟ اجازتی رفتن نمیدی همه تو. ای وای این دو منازیا رو دستگیر میکند. همه اش رو میفهموند با اون. لطفاً من به تو خیانت نکردم. با تو خانه دار شدنی بودم. زیا تو رو فراموش کردن نمیتونم. زیا نه زهرا نه. به تو اجازت نمیدیم. احمد رو گرفتن نمیتوانی. پدرم رو گرفتی ولی احمد رو گرفتن نمیتوانی.